محفل ازدواج غزال عنایت و معرفی شوهرش. غزال عنایت با شوهرش در صفحات مجازی ظاهر شد. نشر تمامی تصاویر ازدواج غزال عنایت و گفته‌های تازه خانواده غزال عنایت درباره عروسی دومش. این دختر خانم با کی ازدواج کرده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال عنایت هنرمند محبوب، یکی از ستاره‌های درخشان در هنر موسیقی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و مطرح افغان در میان هنرمندان افغانستان از شهرت و محبوبیت خارق‌العاده برخوردار است. غزال عنایت در کشور کانادا زندگی می کند و بعد از رفتنش به کشور کانادا از همسر اولش جدا شد و کارهای هنر موسیقیش را کاملا جداگانه به پیش می برد. این دختر خانم موفق تازه تصاویرش در صفحات مجازی نشر می شود که وی بار دیگر ازدواج کرده است و معلوم نیست همسر دوم غزال عنایت کیست، ولی رجا آرایش همسر اول غزال عنایت در کشور استرالیا اکنون زندگی می کند. این همه در حالی است که سرودن آهنگ‌های مشترک غزال عنایت با هنرمندان دیگر افغانی بارها مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، ولی این دختر خانم همیشه خواسته یکم جلوتر از آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان باشد، ولی هیچ زمان نتوانسته سطح هنر موسیقیش را برابر با آریانا سعید کند. ولی من آرزوی خوشبختی و سعادت برای این هنرمند محبوب کشور از بارگاه ذات العزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.